ساندویچ گیروس یه ساندویچ یونانی که با گوشت خوک درست میشه و با مرغ، رون مرغ میتونید این ساندویچ رو درست کنید. بسیار خوشمزه است، حتما درست کنید. بریم ببینیم که این ساندویچ چه مراحلی داره و چطور درست میشه. بریم ببینیم. برای گیروس رون مرغ رو که بدون استخون کردیم روش پلاستیک میکشیم با بیفتکو میکنیمش. خیلی هم نازکش نکنیم، این مقدار کافیه. برای مرینه کردن ماست یونانی، 2 قاشق، الاستیق قاشق یا از ماست پرچرب هم میتونید استفاده کنید. 1 قاشق لیمو تازه غذاخوری، روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق غذاخوری، سیر 1 قاشق غذاخوری یا معادل 5 حبه، تخم گشنیز آسیاب شده 1 قاشق غذاخوری، پاپریکا 1 قاشق غذاخوری، زیره آسیاب شده سبز 1 قاشق غذاخوری، فلفل قرمز 1/4 قاشق غذاخوری، دارچین نصف قاشق غذاخوری یا 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. مواد رو حسابی با همدیگه مخلوط میکنیم تا این سس گیروس ما درست شد. مرغا رو داخل این سس میریزیم و حسابی اینا رو با هم میکس میکنیم و بعد به مدت مینیموم 4 ساعت ماکسیموم 1 روز، 1 شبانه روز 24 ساعت اجازه میدیم تا با این مواد استراحت کنه و مرغمون مزه‌دار بشه. برای درست کردن سس گیروس ما نیاز به 4 قاشق الی 5 قاشق ماست یونانی داریم، مقداری جعفری نیاز داریم ساتوری شده، مقداری شیوید تازه ساتوری شده، نمک به مقدار لازم، فلفل، سیر 3 الی 4 حبه نیاز داریم، لیمو تازه یا آب لیمو 1 قاشق غذاخوری نیاز داریم. به 1 عدد خیار نیاز داریم، داخلش رو با 1 قاشق بگیرید و رندش کنید با رنده متوسط. خیار رو آبش رو میگیریم و 1 عدد خیاری که بهتون گفتم میریزیم توی سسمون. اینا رو با هم دیگه هم میزنیم
یه ظرف میاریم، یه پیاز بزرگ رو نصف میکنیم و 3 تا سیخ چوبی رو میزنیم توی پیاز و مرغایی که رون مرغی که مرینت کردیم میزنیم به سیخ و میذاریم در داخل فر. 3 مدل میتونید این رون مرغ رو بپزید. یک مدل این روشه، یک مدل این که روی توری بذاریم توی داخل فر. اگر فر ندارید داخل یه مایتابه به مدت هر طرفش رو به مدت 2 الی 3 دقیقه سرخ کنید. کامل نمیخوایم سرخ بشه، بعد برش بخوره، یه بار دیگه سرخ میشه، بعد قابل استفاده است. مرغا رو برمی‌داریم و به این سیخ‌ها میزنیم که بره داخل فر به مدت 45 دقیقه. بپزیم. سیخ‌ها رو قبل از اینکه بزنید به این پیاز حتما خیسش کنید که داخل فر میره نسوزه. کلا سیخ‌های چوبی رو هر وقت خواستید استفاده کنید حتما قبلش بشوریدش، خیسش کنید حسابی تا نسوزه. روی منقل، توی فر، هر جا خواستید استفاده کنید این کار انجام بدین که نسوزه. میتونید یه نصف پیاز دیگه هم روی این قسمت قرار بدیم. میتونید این کارم نکنید. این کار رو روی جوجه گردون هم میتونید انجام بدین. روی جوجه گردون هم میتونید انجام بدید. قبل و بعد سیخ حتما پیاز بذارید، بعد گوشتتون رو به سیخ بکشید و بذارید توی جوجه گردون هم میتونید استفاده کنید. گیروس ما آماده شد. به این صورت برش‌های نازک میزنیم. خیلی نازک. در نظر داشته باشید ما اون کاری که توی فر انجام دادیم مرغمون کامل پخته نشده. در هر صورت بعد یک بار دیگه بعد از اینکه برش دادیم که توی تصویرم نشون دادم توی مایتابه با روغن خیلی خیلی کم تفتش بدیم و کامل پخته بشه. گیرس ما آماده شد. بریم که این لقمه خوشمزه، این ساندویچ خوشمزه رو با هم بگیریم. سوسی که با آموزش دادم رو میزنیم کف نونی که قبلا بهتون آموزش دادم تو پست‌های قبلی. مرغی که 40 دقیقه توی فرمون نیم پز شد و در نهایت داخل یه مایتابه
به صورت کامل پخته شد. میریزیم توی ساندویچ. تاپینگ هایی که میخوایم بذارین و هر چی دوست دارین میتونین استفاده کنین. گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز رو من داخل سرکه و آب گذاشتم یه مقدار حالت تولیدیش از من بره. کلمو با شکر، نمک و سرکه درست کردم. مقداری هم زیتون و سیب زمینی هم سرخ کنید و استفاده کنید. یه مقدار سس در نهایت روی این ساندویچ میزنم. سسمون از ماست درست شده بود و ساندویچ رو جمعش میکنیم به این شکل. این هم ساندویچ گیلاس ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید درست کنید، استفاده کنید، لذتش رو ببرید. نوش جونتون.